وطن من. جاده چون فرشی زرین روی زمین پهن شده و گیسوان انبوه جنگل را از دو طرف شانه کرده. خانه ها چون جدول کلمات متقاطع روی زمین پخش شدند و راه ها چون شریانات زمین بر پیکرش جاری‌اند. اینجا ارزفونه. ارزفون روستایی سرسبز و زیبا از توابع شهرستان ساری در استان مازندرانه. این روستای جنگلی بین شهرهای ساری، قائمشهر و سوادکوه قرار گرفته و تا مرکز استان 17 کیلومتر فاصله داره. شغل اصلی مردم روستای ارزفون کشاورزی، باغداری، زنبورداری و دامپروریه. اینجا پیرمرد با مرارت فراوون روزی خودش از دل خاک بیرون میکشه و اون دیگری با زنبورها رفاقت میکنه و شهد شیرین به خانه میبره. جنگل زمین وحشی است و شالیزار زمین اهلی شده. زمین چون اسب کهر بر زیر پای انسان رام شده تا او را به سرزمین آرزوها برساند. شالیزار با چهره‌ای عرق کرده به آسمان خیره شده تا در فصل محصول شرمنده انسان نباشد. او نور را از آسمان می نوشد و دیدگان خیسش روشنی را به خانه انسان می آورد. راه این آبادی آسفالته و فقط کوچه های روستا خاکی هستند. اهالی این وادی به سبب زندگی کوچنشینی از هویت همگونی برخوردار نیستند و ساکنینش اصالتاً از شهرهای مختلفی گرد هم اومدن. رودخانه زیبای سالار دره در امتداد ارزفون جریان داره و به اون روح زندگی میده. عبور آب از لابلای سنگ‌های رودخانه یادآور امید و پیشرویه. این رود در برخی جاها پر آب و در قسمت‌های کم عمقه، طوری که سنگ‌های بسترش کاملا مشخصن. درست مثل زندگی، کم و زیاد یا سخت و آسون بالاخره جاریه. روح اینجا سبک میشه و سوار بر شانه‌های درختان بالا میره. چشم میگردونم. از هر سو ارزفون در میان انبوه جنگل احاطه شده. این مخمل سبز تا بیکران افق پهن شده و روح رو لبریز از آرامش میکنه. اینجا جشن نور است و رنگ، چون خوابی شیرین میماند که در نیم روزی گرم انسان را از خود رو بوده و در سرزمین رویاها فرود آورده. جنگل زیبای ارزفون مهمترین ویژگی این روستاست. حضور گله‌های وحشی اسب و همینطور گیاهان مختلف مثل انواع قارچ‌ها، آلیچه وحشی، تمشک، سیب وحشی و انواع سبزیجات صحرایی خیلی عظیمی از مردم رو به سمت این منطقه می‌کشونه. جنگل با سرانگشت نرمش روح را نوازش می‌کند. حیات در پرشورترین صورت ما را به خود می‌خواند. اینجا می‌توانم کوچک شوم، به قدر سوسکی سرگردان بر زمین.
یا بزرگ، چون روحی وسیع بر پهنه. اینجا مختصات روح نامحدود است، کافی است تا جاری شوی. آببندان زیبایی در میان این جنگل وجود داره که میتونه برای استراحت مکان مناسبی باشه. این دریاچه آب مورد نیاز زمین‌های شالیزار ارزفون رو تأمین میکنه. در این روستا ابنیه تاریخی چندانی باقی نمونده، اما در جای جای جنگل آثاری از کوزه و آجرهای قالب بندی شده به دست اومده که نشان از وجود تمدنی کهن در این منطقه داره. درختان تنومند و کهن شاهدانی هستند که از قرون گذشته برای ما به یادگار موندن و عمر طولانی اینجا رو به ما یادآوری میکنن. حسینیه ارزفون در بین اهالی منطقه ناشناخته نیست. کم نیستن افرادی که به شوق گرفتن حاجت به اینجا میان و دست خالی بر نمیگردن. برای رسیدن به این روستای زیبا در استان سرسبز مازندران از این مسیر استفاده میکنیم. ساری، سنگ تراشان، دروار، روستای زیبای ارزفون.